ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها، دختر ابو سفیان. ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود. گفت باش از خانه دختر خود یک خبر بگیرم دخترم در چی حالتی قرار داره. رفت از دختر خود خبر گرفت. داخل خانه که داخل شد، آن نالینی که بلند بالا گذاشته بود، ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود، رفت بالای اون نالین که اون نالین متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود، رفت نشست. ام حبیبه آمد دید که پدرش روی نالین پیامبر نشسته، روی فرش پیامبر نشسته. گفت بابا لحظه استاد بشو. بابا استاد شد و ام حبیبه رضی الله عنها این فرش را گرفت و جمع کرد، بر طاق بالا گذاشت. گفت بابا انت اجلس، حالا بشین. ابو سفیان میگه من احساس کردم که البته این نالین کونه هست، بالاخره حال شاید نالین بهترتری بیاره. گفت چرا بابا چنین کردی؟ پدر تو هستم. گفت به خاطر ازی که تو مشرکی و نجسی و او فرش پیامبر بهترین خلق خداست، نباید بدترین خلق خدا بر روی فرش بهترین خلق خدا بنشینه. که بعضی از علما می نویسن میگن انگیزه مسلمان شدن ابو سفیان یعنی جرقه اول همین شد. گفت عجیب، جیگرگوشه من، دختر من، عزیز من، بزرگ شده در خانه من امروز به نزد این متنفر هستم و پیامبر شده محبوب دلش. این از کجا سرچشمه می گرفت؟ این از عقیده بود. برایش مهمترین چیز اسلام بود. از نمونه های دیگر اگر بیان بکنیم در صدر اسلام، مصعب ابن عمیر در بدر، برادر مصعب ابن عمیر اسیر میشه، به دست یکی از صحابه اسیر میشه. مصعب ابن عمیر نگاه میکنه، برادرش وقتی که میبینه مصعب را صدا میکنه برادر عزیز تو برادر منی، بیا دست مرا بگیر و بالاخره مرا نجات بده. مصعب ابن عمیر صدا میکنه برای او صحابه، میگه این را محکم بگیر که مادرش سرمایه‌دار هست و به خاطر آزادیش چیزی برای تو حتما خواهد رسید، محکم بگیر او را. برادر مصعب تعجب میکنه، میگه مگر من برادر تو نیستم؟ من و تو از یک پدر و مادر نیستیم؟ مصعب ابن عمیر میگه نه خیر، او کسی که الان تو را اسیر گرفته او برادر من هست. این نتیجه 13 سال کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس بناءً درس عقیده و مسائل عقیده و اعتقادات خیلی مسئله مهمی است عزیزان و بزرگواران. مسائل عقیده و اعتقادات، قبل از این که بریم به سراغ اصل موضوع بحث عقیدتی و اعتقادات و باورها و اینها، چی خوبه که معنا و مفهوم عقیده را ما بفهمیم. عقیده چی معنا، دارای چی مفهومی هست؟ امروزه در دنیا هر کس میگه من عقیده دارم. انسانهای بی عقیده در دنیا خیلی کمه. خیلی ما کم در روی زمین داریم که منکر خدا باشن. پس بناءً مسئله عقیده و اعتقادات و اینها خیلی مهمه. عقیده در لغت چی معنا و در اصطلاح چی معنا؟ عقیده در لغت به معنای از عقد گرفته شده. خود عقد به معنای گیره زدن. وقتی عرب بگه من گیره زدم میگه عقدت، گیره زدم. و الله سبحانه و تعالی در 89 جای قرآن یا در 89 سوره قرآن مسئله عقد در بیان میکنه. مثلا اشاره میکنه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. خود عقد گفتیم به معنای گیره هست، یک چیزی را گیره بزنیم محکم. عقدت اصابع، گیره زدم انگشتان را. مثلا اگر یک تکه باشه عقدت القماش، تکه را گیره زدم. عقدت
ستار، پرده را گیره زدن. یک عقد گیره زدن به اصطلاح مادی هست و یک معنوی هست. ظاهرا یک چیزی گیره بزنیم، اما در باب مثلا عقد نکاح که گفته میشه، به خاطری که دو جوان با هم دیگر پیوند میخوره، گیره میخورن. عقد یمین، عقد بیع، اینها به معنای گیره هست. و الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله شما را به قسمها لغو شما را مؤاخذه نمیکنه. در بین جامعه بعضی مردم عادت دارن الله ایت شد، الله نشد، نه با خدا، دور با خدا. این نیت قسم را نداره، لفظ سر زبان بشده. اما اگر این سرچشمه از قلب گرفت، مثلا از قلب، از اعماق دل کسی اگر قسم خورد، الله میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. او قسمی که در دل شما و ایمان شما گره خورده بود، اونجا دیگه شما مؤاخذه میشه. منظور از عقد هست، معنای عقیده هست. و همچنین مثلا میگیم بین جامعه فلانی بسیار عقده‌مند شده، عقده داره. عقده یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی عقده‌مند میشه که اگر عقده هایی که از جانب شیطان باشه، کل صفتهای خبیثه و رذیله و شیطانی میاد در وجود از او، بغض، کینه، عداوت، دشمنی، این عقده‌مند میشه، گیره خورده در وجود از این کینه و عداوت و اینها. پس به اینه که مسئله عقیده در لغت به معنای عقد که مأخوذ از عقد هست و به معنای گیره بستن و محکم بستن و گیره زدن و اینها. اما اگر به اصطلاح نگاه کنیم، به اصطلاح چی معنا؟ عقیده به اموری گفته میشه که قلب آنها را کاملا تصدیق کنه، به اموری که قلب کاملا تصدیق کنه و با آنها به طور با آرامش و به یقین رسیده باشه که در آنها هیچ شک و تردیدی راه نداشته باشه. این در اصطلاح عموم عقیده. اما تعریف عقیده اسلامی نشد، چون به خاطر از این که ما یک عقیده عام داریم، یک عقیده خاص داریم. یهودی ها عقیده دارن. و چی عقیده دارن یهودی ها؟ عزیر ابن الله، به تثلیث، خدای سگانه. عقیده هست، از قلب میگن، هیچ شک و تردیدی هم ندارن. یهودی ها عزیر ابن الله میگن، مسیحی ها مسیح ابن الله میگن، آتش پرستا آتش میپرستن، گو پرستا گو میپرستن. هر کس که به جای عقیده، یک نفر میبینیم در هر گوشه دنیا به یک حیوان، یکی به درخت، یکی به قبر، یکی بالاخره به حجر، به سنگ و به اینها. اما عقیده اسلامی، این عقیده عام هست. هر کس در روی زمین شما میبینیم دارای عقیده هست. اما عقیده اسلامی چیست؟ عقیده اسلامی یعنی نسبت به الله سبحانه و تعالی، الوهیت، ربوبیت و اسماء و صفات، و همچنین نسبت به فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران الهی، روز قیامت، به قضا و قدر. همین آمنت بالله که ما و شما میخوانیم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت، که اینها عقیده هست. و همچنین آنچه که در نصوص شرعی، یعنی در قرآن و در احادیث صحیحه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما رسیده، که عبارت از امور غیبیه هست، ایمان داریم. به چی؟ به میزان، به کتاب، به پل صراط، به حشر، به جنت، به دوزخ. ایمان داریم به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هست. اینها مسائلی است که بعداً روی یک آیک توضیح داده میشه و پیرامون هر کدام با تفصیل صحبت میشه. این لغتاً و اصطلاحاً
عبارت از عقیده و عقیده اسلامی است. مرادفات و مصطلحات دیگری که درباره عقیده به کار میره چی هست؟ مرادفات و مصطلحات عقیده اسلامی. عقیده اسلامی وقتی ما میگیم عقیده، بعضی جاها عقیده گفته میشه، بعضی جا اعتقاد گفته میشه که اعتقادات هست، عقاید گفته میشه. اما مصطلحات و مرادفاتی که غیر از عقیده توحید گفته میشه. توحید عبارت از توحید ربوبیت و الوهیت و عبارت از اسماء و صفات پروردگار عالم. اصطلاح دیگر سنه گفته شده، از سنه یعنی طریق، راه چی؟ مسئله اعتقادی مسئله اجتهادی نیست عزیزان من، او مسائل فقهی هست. ما در بین مسائل فقه اصغر اختلافات داریم. این قول امام شافعی، این قول امام ابو حنیفه، این قول امام مالک، این قول بالاخره امام احمد ابن حنبل، یا قول شوافی، قول حنابله، قول احناف، قول مالکیه. اما در اعتقاد در ذهن همه عزیزان و دوستان باشه، در اعتقاد و عقیده از آدم علیه السلام تا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم همه انبیا در دعوت در توحید یک حرف داشتن. هیچ کس نمیتونه بگه در عرصه عقیده ما با شوافی اختلاف داریم. اختلاف در عقیده نیست. عقیده مسئله اجتهادی نیست. عقیده مسئله قابل تغییر و به اصطلاح جلو و دنبال نیست که ما امروز یک مسئله باشه فردا یک مسئله قیاسی بشه و فردا بالاخره. عقیده هست. از کی گرفته میشه؟ وقتی میگیم یک نامی از نامهای عقیده و یا یکی از مصطلحات و مترادفات عقیده از سنه هست. از سنه یعنی طریق کی؟ طریق سلف صالحین. یعنی ما عقیده خود را از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و تطبیق او را هم از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگیریم که مسئله اعتقاد خیلی مهمه. از جمله مرادفات و مصطلحات عقیده اسلامی ایمان هست که ایمان میگویم، باور، اصول دین هست، مسائل عقیدتی توحید و معاد و نبوت و اینها. فقه اکبر میگن که در ابتدای اشاره کردیم، الشریعه که ما این مسائل از شریعت مقدس اسلام و از کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. دو نکته دیگر، حکم معرفت عقیده اسلامی و یک حکم دعوت عقیده اسلامی. عقیده اسلامی شناختنش چیست؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، آداب چیه؟ عقیده اسلامی، معرفت و شناخت عقیده اسلامی عزیزان و بزرگواران فرض عینه برای تک تک من و شما، برای زن و مرد، برای پیر و جوان. باید عقیده اسلامی رو بفهمه، خیلی مهمه. برای رئیس جمهور لازمه که عقیده اسلامی رو بفهمه. برای کابینه یک کشور اسلامی لازم و ضروریه که عقیده اسلامی رو بفهمن و بدانن. الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه فاعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبود به حق غیر از الله سبحانه و تعالی و استغفر لذنبک. اما امروز متاسفانه که به عقیده اسلامی زعما و مسئولین هیچ توجهی به این قضیه ندارن. اگر این کشور اسلامی، اگر این نظام اسلامی هست، اگر میگیم جمهوری اسلامی افغانستان، هر کشور اسلامی باید رئیس جمهورش، کابینه اش، بالاخره زیر دستانش، اینها فرض عینه که باید معرفت و شناخت
به عقیده اسلامی داشته باشند. امروز وقتی عقیده اسلامی رو نمیفهمن و نمیدانن ما دچار مشکلات شدیم. در جامعه چرا ناامنیه؟ چون ضعف عقیدتی پیدا شده. در جامعه چرا مشکلات گوناگونیه؟ چون ضعف عقیدتی پیدا شده. این ضعف چی کسی دور میسازه؟ این به وسیله مسئولین و به وسیله علما و اینها. اما میمونه قضیه حکم معرفت و شناخت. گفتیم که فرض عین هست، به هر کس لازم و ضروریه. اگه در جای درس فقه شروع میشه، خب شخص میگه که خیر باز از امام مسجد خب پرسان میکنم، حتی درس تفسیر، درس حدیث. اما در هر گوشه‌ای که درس عقیده اسلامی شروع میشه، لازم و ضروریه کسی که معلومات نداره باید شرکت بکنه. ما درس امروز ما کاملا مقدمه بود و بحث بود و اینها بود، شاید اینقدر برای عزیزان دلچسب نشده باشه، اما وقتی به هفته آینده ما مقتضیات لا اله الا الله رو بیاییم مطرح بکنیم، شروط لا اله الا الله رو بیاییم مطرح بکنیم، که با یک لا اله الا الله گفتن که انسان مسلمان نمیشه. با یک لا اله الا الله گفتن که انسان نمیشه که بیای داخل چوکات اسلام بشه. لا اله الا الله از خود مقتضیات داره، لا اله الا الله از خود شروط داره. مسئله توحید ربوبیت هست، توحید الوهیت هست. آیا ابو جهل خدا رو نمیشناخت؟ میشناخت. ابو لهب خدا رو نمیشناخت؟ میشناخت. عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود آیا خدا رو نمیشناخت؟ میشناخت. اینها میشناختن. الله سبحانه وتعالی به صراحت میفرماید و من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار. آخر آیه که میفرماید و من یدبر الامر. ای پیامبر اگر از مشرکین که پرسان کنی که به شما چی کسی روزی میده، چی کسی زمین و آسمان خلق کرده، چی کسی تدبیر کننده این کائنات هست، چی میگن؟ نمیگن لات و عزا و منات و هبل، نومی بطار نمیگیرن. فسیقولن الله، میگن اینها را الله خلق کرده. الله را خوب میشناختن، الله را خوب میدانستن. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. مشرکین وقتی به کشتی سوار میشدن، کشتی چه کار میشد؟ در بین موجها قرار میگرفت. در بین موجها، موج که میآمد، کشتی که در حال تلاطم و در حال از بین بردن قرار میداد، مشرکین چه کار میکردن؟ دعوا الله مخلصین له الدین. خوب مخلص میشدن، اینقدر مخلص میشدن که همه میدانستن که این لات و عزا و منات و این سنگ و درخت و اینها هیچ کاری کردن نمیتونه. خدا رو میخواندن، طلب میکردن. با مجردی که فلما نجاهم اذا هم یشرکون، از این دریا که نجات پیدا میکردن پس مشرک میشدن. خیلی مسئله مهمی عزیزان و بزرگواران. پس باید معرفت و شناخت عقیده اسلامی وقتی میگیم فرض عینه، به هر طریقی که میشه، به وسیله علما، به وسیله نشستن به پای درس عقیده و بالاخره پرسان کردن از علما و با خبر شدن از این مسائل، باید که یک لحظه هم دریغ نکنیم. مشرکین وقتی از اونا پرسان میشد که شما همین لات و عزا و منات و هبل، اینا اسمای بتایی که در اوایل اینها دوستان خدا بودن. وقتی دوستان خدا بودن، به مرور زمان از اینها شیطان بر اینا یاد داد که اول نقش کنیم، بکشیم قلمی و بالاخره باز بعدن از روی کاغذ بیامد بر روی سنگ و باز از سنگ مجسمه شد و بالاخره مجسمه ها در هر کدوم در خانه خود داشتن و در کنار کعبه 360 بت بود. 360 بت میگفتن هر روز یک بت اداره میکنه. امروز مثلا نمی اداره روز به دست هوبل، فردا به دست لات، پس فردا به دست عزای، پس تر فردا به دست یک بت دیگه و یک بت دیگه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی به پیامبری مبعوث شدن، وقتی به این قوم گفتن که بگویید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگویید رستگار میشوید، اینها آمدن جریان گفتن ای محمد ما اینا رو پرستش نمی کنیم، ما الله رو پرستش میکنیم. خب با این لات و عزا و منات و هبل چه کار میکنیم؟ نص صریح قرآنه.
وقتی به مجردی که از جمله اعتقادات و باور ما و شما اینه که عقیده ما و شما که انشالله بعدها در هفته‌های بعد اشاره میشه، وقتی آیه قرآن رو میشنویم و حدیث پیامبر رو میشنویم جا در جا بگیم سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. تسلیم. مسلمان یعنی چی؟ یعنی تسلیم یعنی چی؟ وقتی که به یک شخص میگیم دستا خوروالا کن، خب تسلیم میشه، یعنی هیچ اختیاری از خود ندارم، خلاص تلاشی میکنی بیا تلاشی کن دیگه، بالاخره دستام رو بسته میکنی بیا بسته کن، هیچ اختیاری از خود ندارم. تسلیمم. اسلام یعنی تسلیم. به مجردی که قال الله و قال الرسول میشنویم باید تسلیم بشیم. اما بعد از کتاب الله و سنت رسول الله خب قیل و قال هست. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند، میگن وقتی ما قال الله رو بشنوم السمع و الطاعه، شنیدم و اطاعت کردم. وقتی قال رسول الله شنیدم على الرأس والعین، وقتی قال الصحابه شنیدم على الرأس والعین. میفرمایند میگن کسی به ما گفت خدایی تو گفته، روی هر دو چشم میپذیرم. اگر کسی گفت پیامبر چنین گفته، به روی هر دو چشم میپذیرم. اگر کسی گفت صحابه چنین گفته، به روی هر دو چشم میپذیرم. اما اگر کسی گفت قال تابعی هم رجال و نحن الرجال، اونها هم مردانی هستن ما هم مردانی هستیم. خب این بر زبان امام ابو حنیفه می آید. ما و شما بهترین قرون که 3 قرن بود، قرن صحابه، تابعین، تبع تابعین، که اینها پیشوایان و بزرگان ما و شما بودن و هستن. اقوال اینها برای ما معتبر هست. اما وقتی که ما قول هر کسی رو ببینیم که مخالف به قرآن و حدیث بود، سر از اون نقد میکنیم، پرسان میکنیم چرا چنین گفته، چی دلیل داشته، دلیلش چی بوده، جستجو میکنیم. هدف اینه که آیه قرآن به ما میگه. الله سبحانه و تعالی وقتی که از مشرکین بیان میکنه، مشرکین چنین میگن ما نعبدهم، ما بت‌ها عبادت نمی کنیم. خب پس چه کار میکنیم؟ ما نعبدهم، خب عبادت نمی کنیم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها فقط وسیله میکنیم پیش خدا، وسیله میکنیم. این حرف مشرکین بود، این قول مشرکین بود. پس به اینه که حکم معرفت و شناخت عقیده اسلامی فرض عین هست عزیزان و بزرگواران. متاسفانه دشمن خیلی کار میکنه عزیزان و بزرگواران، خیلی کار میکنه. اگر امت عقیدی و ضعیف شد، آن وقت دشمن بر سر ما پیروز میشه، غالب میشه و امت در حال خاری و ذلیلی و زبونی قرار میگیره. امروزه اشخاص سر قدرت می آین که اصلا مسائل عقیده و اعتقادات و باورهای اسلامی اصلا در فرهنگشان عقیده اسلامی نیست. خب این نیاز به بیداری ما و شما هست. خیلی جالبه وقتی که در اوایل پیروزی مجاهدین، خب کتبی که ترتیب شده بود برای فرزندان ما و شما، کتاب ترتیب شده بود که از لحاظ اعتقادی و عقیدتی فرزندان ما به او اوج عقیده اسلامی سوق میداد. دین مبین اسلام دینی که باید او عظمت و شوکت و او ابهت و قدرت خود را حفظ بکنه. در اوایل کتابا بود مثلا الف الله. خب این طفل ما از ابتدا که وقتی چشمش به کتاب میفتاد الف الله بود. الله در ذهن و فکرش نقش بسته میکرد در طفولیت. مثلا بود در قسمت ت تفنگ. خب یک مسلمان باید تفنگ داشته باشه. شما ببینید وقتی که مسائل فدیه و مسائل اینها مطرح میشه، کسی باید فدیه بپردازه، کسی باید بالاخره اون فدیه هایی که در اسلام تعیین شده که باید خدمه داشته باشه، باید سرمایه داشته باشه. در کنار هر کدام آخر میگه کتابای ما شما که باید شمشیری داشته باشه. مسلمانان صدر اسلام همیشه شمشیر اینا در کنار اینا گذاشته بود، شمشیر در کنار گذاشته بود، خب منظم. اما امروز مسلمان ها مثلا تی که تفنگ بود او رو بیاورده تی چی شده؟ تو یا بالاخره دیگه چیز. مثلا جیم جهاد بوده، در ذهن و فکر
اطفال ما ترزیق می شده جهاد، اما امروز جیم شده جواری. هیچی دیگه از امراه هم جیمر بچه ما دید بخور به یادیم می آید. اما بحث جهاد و همه مسئله بالاخره اینها همه رفته کن. ما شاید فکر میکنیم که اینها تصادفیه، اینا اتفاقی همیت برابر شده، یک نفر نظر داده و بالاخره شما داریم نصاب معارف خور بخوانیم که این نصاب به کجا ترتیب یافته، به کجا ترنگ ازی رخته شده و به چی ترتیب بوده، چی کسان مشوره دادن. به این عزیزان و بزرگواران مسائل عقیده و اعتقادات و باورها خیلی مهمه. دشمن از هیچ مکتب و مدرسه و پوهنتونی نمی ترسه الا که در او مکتب و پوهنتون و مدرسه درس عقیده اسلامی باشه می ترسه. پس بناهن خیلی باید متوجه باشیم که درس عقیده مهمترین و با ارزشترین درس در زندگی ما. حکم دعوت، حالا معرفت و شناخت که فرض این شد برای زن و مرد. وقتی میگیم طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم بر همه فرضه. در این علما اتفاق نظر دارن که علم عقاید بر زن و مرد فرضه، بر زن و مرد. حکم دعوت به سوی عقیده اسلامی، این فرض کفایه هست یا واجب کفایی هست. چگونه؟ اگر کسی در یک جای حلقه درس عقیده شروع میکنه، از گردن اهل قریه و اهل او شهر هم میگه، لازم نیه که تک تک من و شما بیاییم حلقه درس باز کنیم و بالاخره که ای اگر باز نکردیم مؤاخذه میشیم. اگر در طلب علم عقیده نرفتیم، در طلب فراگیری علم عقیده نرفتیم، مؤاخذه‌ایم همه ما. اما در حکم دعوت و یا ارشاد و بیان عقیده اسلامی، این فرض کفایه هست که فقط متعلق میشه به افراد خاص. انبیاء علیهم السلام از حضرت نوح علیه السلام گرفته تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، وظیفهشان ابلاغ بود، وظیفهشان بیان عقیده بود. هر کدام وقتی که نگاه میکنیم از انبیاء علیهم السلام که الله سبحانه و تعالی در اوصاف ایشان و در فضائل ایشان بیان میکنه، همه مسائل توحید را مطرح میکنن، همه مسائل عقیده را مطرح میکنن. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، فرمان الله است اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگار خود را. نگاه میکنیم و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله، و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. هر کدام دعوتشان به سوی عقیده و به سوی توحید و به سوی الله سبحانه و تعالی. عقیده دانستیم که گفتیم از عقد گرفته شده، به معنای بستن، به معنای پیوند، به معنای محکم ساختن. حالا یک نفر آمده همین ارتباط خود را محکم کرده با یک حیوان، گو پرستش میکنه. یک فرد در دنیا آمده ارتباط خود را محکم کرده با یک انسانی، عزیر ابن الله گفته، یک مسیح ابن الله گفته. عقیده اسلامی وقتی میگیم عقیده، اینه که شخص ارتباط خود را محکم کنه با الله سبحانه و تعالی. نعره تکبیر! که میفرمایند عقیده چیه؟ مأخوذة من العقد والجزم. این عقیده حالت سرسری نیست، سرچشمه میگیره از قلب. ما در ابتدا اشاره کردیم که الحمدلله چنین نیه که ما درس عقیده شروع کردیم بگیم برادرها بیایم عقیده ما بخی از بین برفته، بیایم عقیده خود تجدید کنیم. نه خیر، مسلمان های امروزی خیلی عقیده مند. چگونه عقیده سرچشمه میگیره از قلب؟ در همین جمع یک فردی بیوضو میشه، نماز نمیخوانه، در حالی که هیچ کس هم نمیفهمه،
یک برادر میبینیم از وسط صفحه آهسته بیرون شد، تنگ وضو شده یا انگشتش به خون شده یا بالاخره نقض وضو صورت گرفته. خب هیچ کس نمیفهمید این چی کسی او را وادار میکنه که بی وضو نماز نخوانه؟ این عقیدهش هست، سرچشمه گرفته از قلب، مرتبط شده به قلب. در این راستا در ماه مبارک رمضان شخص روزه داره، لبها خشکیده، به یک قطره آب سخت ضرورت داره که حلقومش تازه بشه. چند مرتبه وضو میسازه انسان، ولی در وضو دقت میکنه که آب قطره پایین نره. خب اینجا سربازی که استاده است، این سرباز کی هست؟ این عقیده هست. پس بناهن عقیده سرچشمه میگیره از قلب و با جزم و با اراده محکم و با ذهن قوی و اینها. فإن طابق الواقع فهي عقیدة الصحیحه. اگر همی آنچه که واقع میشه این مطابقت داشت به او حقیقتی که ما بیان کردیم و او واقعی که هست، این عقیده صحیح هست. مثلا مثال بیان میکنیم، الله سبحانه و تعالی انسانها خلق کرده به خاطر چی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانها آفریده شدن تا الله را عبادت کنن. اگر کسی غیر از الله را عبادت میکنه آیا عقیده صحیحه؟ نه خیر، عقیده صحیح نیست. به خاطر اینکه و ان لم یطابقه، اگر مطابق به این معنایی که ما بیان کردیم برابر نشد، فهی عقیده باطله، این عقیده باطله. الله که شافی الامراض، مریض را الله شفا میده. اگر ما به غیر الله مراجعه میکنیم آیا این عقیده صحیحه؟ نه خیر، صحیح نیست. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفی. وقتی من مریض بشم تو شفا میدی ای الله. شفا دهنده الله هست، روزی دهنده الله هست. الله هست که قدرتش فوق همه قدرت هاست، که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که عقیده سلیم تا عقیده غیر سلیم را از هم تشخیص بدیم. وقتی ما میگیم عقیده را از کجا بگیریم، گفتیم از قرآن، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با اجرایی که او عقیده را اجرا کردن، به نمایش گذاشتن اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. قرآن میفرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه، یعنی در راه صحابه شما قدم زدین رفتین، فقد اهتدوا، شما هدایت میشین. راه صحابه راه هدایت هست. بدون اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ راه رسیدن به خدا و پیامبر نیست. هر گروهی، هر مذهبی، هر روشی، هر کس که میخواهد باشه، بدون صحابه محاله که انسان به خدا و پیامبر برسه. محال هست. الله سبحانه و تعالی معیار گذاشته، پل گذاشته. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد، اگر روش شما مثل راه و روش صحابه شد، فقط اهتدوا، شما هدایت میشوید. چون مهمه که عقیده صحابه بیایه در زندگی ما، اعمال صحابه بیایه در زندگی ما. عزیزان و بزرگواران، صحابه شدن خیلی کار سختیه. میگه فرق صحابه تا غیر صحابه مثل نی و نیشکر هست. نی، ما دو نوع نی داریم. یک نی هست که درونش خالیه، هیچ چیزی نیست. یک نی هست که نیشکر هست، داخلش شکر داره. صحابه نیشکر هستن و غیر صحابه همان نی هست. میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زان که باشد در نوشتن شیر شیر. عزیزان و بزرگواران، مسئله عقیده و مسائل اعتقادی خیلی مسئله مهم است. الله سبحانه و تعالی از صحابه اظهار رضایت کرده. آیا می شود که از ما هم اظهار رضایت بکنه؟ چرا؟ الله در این آیه می فرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار
والذین اتبعوهم باحسان. الله صحابه یاد میکنه، سابقون الاولون، آنهایی که اول به پیامبر ایمان آوردن، از همه سبقت گرفتن، مهاجرین و انصار. والذین اتبعوهم باحسان، کسانی که از اینها خوب پیروی بکنه. هر کس تا به قیام قیامت از صحابه، از مهاجرین و انصار درست و صحیح پیروی کنه، نتیجه چی میشه؟ الله می فرمایه والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از اونها اظهار رضایت کرده، از این افراد هم اظهار رضایت میکنه. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی رسول الله فرمودن امت من 73 گروه میشه، 73 گروه، خیلی مهمه. و بعد فرمودن 72 گروه اهل نار هست، یک گروه ناجیه هست و اهل جنت هست. از صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان کردن یا رسول الله برای ما بگو از فرقه ناجیه، از گروهی که اینها اهل جنت هستن، اهل سعادت هستن، اینها چی کسانی هستن؟ رسول الله فرمودن وهم من كانوا على مثل ما انا علیه و اصحابی، آنهایی که در راه و روش من روان هستند و در راه و روش صحابه من، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس به این است عزیزان و بزرگواران، ما عقیده خود را از بزرگان و از سلف صالحین و از دو منبع عظیم و بزرگ کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگیریم که این قرون را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین قرنها بیان کردن و می فرمایند خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، رواه البخاری. بهترین قرنها می فرمایند قرنی که خود رسول الله زندگی می کردن، قرن صحابه و قرن تابعین. این سه قرن صحابه و تابعین و تبع تابعین، اینها قرون طلایی هست عزیزان و بزرگواران که ما باید این سلف صالح و این بزرگان خود را ما باید بشناسیم و ما باید پیرو واقعیشان. وقتی ما میگیم تبع تابعین، امام ابو حنیفه رحمه الله جز این مسلک و جز این طریق و جز این مکتب سلف صالحین هست. عزیزان و بزرگواران، مسئله عقیده خیلی مهمه. در یکی از غزوات وقتی که دشمن هجوم میاره طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه چه کار میکنه؟ صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میای رسول الله را چنین به آغوش میگیره، چنان تیرهای دشمن بر جان این صحابه اصابت میکنه که وقتی که تیرهای دشمن تمام میشه این صحابه بر زیر تیرها دیده نمیشه. تمام وجود این صحابه بر تیر دشمن اصابت کرده ولی نمیگذاره که یک تیر به جان رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد رسول الله اصابت کرده. امروز عزیزان من ضعف امت اسلامی دشمنان دیدن و هم ضعف عقیدتی هست. عزیزان و بزرگواران، امروز بار دیگر اگرچه تا به حال دقیق مشخص نشده، بار دیگر سگهای دنیا به هوهو شدن از اون کشور هالند هست و یا کجاست، بار دیگر میخواهند به ساحات مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم توهین و یا استهزاء و یا تمسخر داشته باشند. من این را میگویم برای رئیس جمهور افغانستان. رئیس جمهور افغانستان، این مسئله ایمانی و اسلامی و عقیدتی هست. توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، توهین به ساحات مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، جریحه دار ساختن قلوب همه امت اسلامی است. اگر کشور هالند سفارتخانه داره، اگر کشور هالند هر جاسوسخانه‌ای که در این مملکت داره
از رئیس جمهور افغانستان ما این را می طلبیم که پیش روی این سگهای ولگرد را بگیرند. عزیزان و بزرگواران، رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم که انشاءالله تا آخر هفته معلوم خواهد شد که این کی بوده و چی کرده و چی میخواهد و چی دسیسه پشت این قضیه هست. اما مهم اینه که ما عقیده خود را بدانیم. امروز والله قسم تمام دنیا که اینجا هجوم آورده، امروز بعضی میگن دنیا معادن افغانستان، درسته یک حرف، معادن افغانستان را میخواهن، سرمایه افغانستان را میخواهن، اون طلا و نقره افغانستان را میخواهن، آن همه بالاخره ذخایر افغانستان. اما اصل و اساس هدف دشمن اینه که این ملت شجاع و قهرمان بیای عقیدهشان را ضعیف بگردانه. نگذارید که دشمن کامیاب بشه. عزیزان و بزرگواران، سر عقیده خیلی باید تلاش کرد. یکی از دوستا قصه می کرد، می گفت یک فرد همیشه گریه می کرد، ناله می کرد، گفت که خدایا کاش که من در زمان رسول الله می بودم و در جوار رسول الله و در کنار رسول الله به عنوان یک سرباز قرار می داشتم و در غزوات شرکت می کردم، کاش که بالاخره خیلی آرزو می کرد. میگه شبی از شبها خواب دید. حالا الله اعلم یکی از دوستا خصوصا از برادرای دعوت و تبلیغ بود که این قصه را می کرد. گفت که یک شب خواب دید که داخل یک موتر چند صحابه با پیامبر صلی الله علیه و سلم و این شخص نشسته جایی می روند. یک مسیر راهی را رفتن و این بسیار خوشحاله که من در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته است. میگه وقتی که یک مسیر بلند موتر روان شد و در او اثنا موتر به حالتی قرار گرفت که میخواه به اصطلاح من و شما چپه بشه، منهدم بشه. میگه من خود را پایین انداختم، این شخصی که خواب دیده میگه خود را پایین انداختم و بالاخره حرکت کردم، یک سنگ بزرگ را برداشتم که بیارم زیر تایر موتر بگذارم تا موتر سالم بمانه و پیامبر و اصحاب پیامبر سالم بمانند. میگه وقتی که برگشتم، خواب خود را تعریف میکنه، وقتی برگشتم دیدم که این سه صحابه پایین شدن، خود را عوض سنگ زیر تایر قرار دادن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین عقیده داشتن، دنبال سنگ نمی رفتن. عزیزان، نگاه نمی کردن که یک سپر باشه چوب بیاریم و پیامبر با در مقابل چوب ها سپر قرار بدیم تا تیر بیایه به جان چوب و سنگ و اینا اصابت بکنه. صحابه سینه خود را سپر می کردن، جان خود را سپر می کردن و دفاع از عقیده خود داشتن و دفاع از عقیده اسلامی و عقیده صاف و سالم خود داشتن. به این عزیزان و بزرگواران، این بود به طور خلاصه و فشرده مقدمه پیرامون اهمیت به جایگاه عقیده که امیدواریم الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که در هفته آینده انشاءالله اگر عمر باقی بود پیرامون مقتضیات لا اله الا الله. لا اله الا الله از ما چی میخواهد؟ ما چی وقت داخل این مکتب اسلام میشیم و این لا اله الا الله چی وقت از ما مورد قبول و پذیرش الله سبحانه و تعالی قرار میگیره؟ به اینه که گفتیم ملت افغانستان یک ملت عقیدمند هست، فقط بعضی خس و خاشاک و گرد و غبار آمده اطراف عقیده صاف و سالم گرفته. باید که این گرد و غبار زدوده بشه تا اینکه پس عقیده ها اون نور و جلای خود را به دست بیاورد. پروردگار عالم بر همه ما توفیق بده تا اینکه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود احیا بنماییم، در خانه خود در وقت می نشینیم به همراه فامیل، به همراه اولادها، به همراه خانواده درس ها و پیرامون عقیده صحبت باشه. و او هم گفتیم که هر عقیده‌ای که موافق به کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود او عقیده اسلامی هست و از کتاب الله و سنت رسول الله وقت جدا شد دیگه این عقیده اسلامی نیست، عقیده سلیم نیست و او عقیده انسان را به سرمنزل مقصود نمیرسانه و انسان را در مسیر راه به سقوط مواجه میکنه. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. بار الها پروردگارا تو این جلسه درس و این حلقه درس را بپذیر و قبول بفرما. پروردگارا هر کدام ما در خانه تو آمدیم، پروردگارا اعتقاد و
عقیده و باور ما که نسبت به تو ذات اقدس الهی هست ما را در این خانه کشانده یا الله. پروردگارا به یگانگی تو باور داریم، پروردگارا به یگانگی تو باور داریم، پروردگارا میدانیم که تو واحدی، پروردگارا میدانیم و عقیده داریم که تو شریک نداری، مثل نداری، مانند نداری. پروردگار هیچ کس به خدایی تو و به صفات تو و به اسماء تو و به الوهیت تو پروردگارا به عبودیت تو شریک نیستی یا الله. پروردگارا تو ذات یگانه هستی، پروردگارا تو ذات یگانه هستی. پروردگارا عقیده ما را عقیده اسلامی صاف و زلال بگردان، موافق به کتاب الله و سنت رسول الله داشته باش. پروردگارا هر خس و خاشاکی و هر گرد و غباری که آمده اطراف عقیده ما را گرفته پروردگارا خودت دور بساز. پروردگارا این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا بزرگان دین ما را پروردگارا مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا در این جمع کسانی که مریض دارن یا الله مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا آنهایی که مشکلات دارن مشکلاتشان را حل بفرما. پروردگارا جوانان ما را حفظ بفرما، نوجوانان ما را حفظ بفرما، خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. پروردگارا کسانی که به ساحات مقدس حبیب تو دست درازی کردن و میخوان دست درازی کنن، پروردگارا خودت حامی و پشتیبان رحمت للعالمین هستی. پروردگارا تو حبیب خود را دوست داری. پروردگارا دشمنان را ناکام بگردان. پروردگارا روسیایی را پروردگارا نصیب دشمنان بگردان. پروردگارا خاری و ذلت را به سویشان بر بگردان. پروردگارا مسئولینی که در این راه توان دارن پروردگارا اگر غفلت میکنن خدایا هدایت کن. پروردگارا اگر غفلت میکنن هدایت کن. پروردگارا اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیلشان بگردان. پروردگارا کسانی که از رحمت للعالمین دفاع میکنن و سنت حبیب تو را احیا میکنن، پروردگارا بر سنت حبیب تو زندگی میکنن، پروردگارا فوز و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت را نصیب بگردان. پروردگارا این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا در این درس آنچه که گفتیم، آنچه که صحیح بود موافق به کتاب الله و سنت حبیب تو بود، پروردگارا هم از جانب تو بود. پروردگارا ما را ببخش و ما را عفو کن. پروردگارا عقیده ما را عقیده صحیح و سالم، عقیده قرآنی و سنت نبوی بگردان. پروردگارا بزرگانی که زحمت کشیدن همچون امام ابو حنیفه رحمه الله که فقه اکبر نوشته درباره عقیده، پروردگارا ما را پیرو واقعی امام ابو حنیفه بگردان. پروردگارا ما را پیرو واقعی امام ابو حنیفه بگردان. پروردگارا ما را پیرو واقعی اصحاب جلیل القدر بگردان. پروردگارا ما را پیرو واقعی قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باش. خدایا در کشور ما امنیت سرتاسری عنایت بفرما. پروردگارا امنیت قرآنی عنایت بفرما. پروردگارا مجاهدینی که خاص به خاطر اعلای نام تو حرکت کردن پیروز بدار. پروردگارا مجاهدین واقعی را پیروز بدار. پروردگارا شهدایشان را مورد رحمت و مغفرت قرار بده. مجروحینشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به فامیل و خانواده هایشان صبر جمیل عنایت بفرما. پروردگارا تو خودت فرمودی ادعونی استجب لکم. پروردگارا ما دعا میکنیم تو اجابت کنی یا الله، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین.